السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، امروز هم باز ما در کنفرانس بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا در پولند قرار داریم و امروز خواستیم با منوچهر کوهستانی از فعالان جامعه شهروندی یک صحبت آوریم و صحبت ما هم در اطراف همین سازمان کنفرانس سازمان بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا است. و اولی سوال من هم به برادر عزیز گرامیمان منوچهر کوهستانی این است که شما تجربه قریب همه ساله شرکت در این کنفرانس بین المللی دارید و این سال مقصد از شرکت در این کنفرانس چی است و مثلا چی نتیجه های از سالهای پیشین گرفتید که باز هم آمدید تا اینکه نتیجه های از این شرکتتان به دست بیارید؟ سلام و درود به همه این نتیجه ها چی خواهد بود؟ و همه اشخاصی که ما را در اینجا تماشا دارند و تماشا میکنند، بنده باز هم تکراری میگویم که از اینجا آمدن یک احساس آزادی کردن و آن جوانهایی که آرزوی سیاست دارند آنها را در کاستوم‌های زیبا دیدن و باز هم گفتم که به خاطری که آن آزادی و آن احساس سیاسی که ما از اول برای خود انتخاب کردیم، نه همچون بازیچه که بیاییم در اینجا یک بار خودمان نشان بدیم بریم، نه همچون یک وظیفه برای ساخت یک جامعه شهروندی و یک جامعه آزاد. و مقصدم این است که بسیاری از اشخاص سیاستمدار و اشخاص یعنی فعالان زنده جامعه را در اینجا ببینیم و باز هم یک چیزی برای خود بیاموزیم. حالا نگاه کنید، اکثریت در بیرون از این کنفرانس در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند که همین شرکت در همین سازمان هیچ نتیجه نمی‌دهد و یعنی بدون نتیجه است. و باز هم می‌بینید شرکت می‌کنید. دقیقاً این افکارهای پوچ هستند. از یک نگاه ما باید با آن اشخاصی که احساس دارند که همچون شهروند در سیاست میخواهند داخل بشوند و کمترین شرایطی که در اینجا این کنفرانس برای او اهدا نماید نشان دادن خود همچون اشخاصی که واقعا میخواهد دلشان در سیاست باشد، میخواهد که چیزی برای خود، برای آینده خود بیاموزند و من آمدن مردم را برای اینجا خیلی خوب میبینم از بسیاری نگاه ها. نگاه اول، وقتی که ما کمترین شرایطی که مهیا شده است اپوزیسیون تاجیک و اشخاص زنده جامعه در اینجا جمع شوند و ما این کمترین شرایط را از مردم بگیریم و پرتاب کنیم، برای مردم، برای جامعه چی میماند؟ من خوشحال هستم وقتی که میبینم برادران تاجیک را با اون کاستوم‌هاشون، با اون افکارهاشون، با اون راهگشتن‌هاشون که میخواهند نشان بدن که ما هم هستیم، نباید اینها را کم گرفت. جامعه شهروندی تاجیکستان یک مشکلی کلان دارد که همه میخواهند رهبر و همه میخواهند دانا باشند، اما تا زمانی که جامعه شهروندی ما همه در پست خود دوباره برنگردند و همه خاکساری را برای خود راه نکنند، هیچ آبادی در اپوزیسیون دیده نمیشود. و این خب ما نیز به خاطر افکار آزاد جامعه هستیم و هر کس میتواند افکار خود را در اینجا بگوید و هر کس میتواند فکر عقیده خود را در اینجا در اینترنت باشد، در کجا باشد برای مردم برساند. اما از نگاهی بنده کاری خوب است که مردم در اینجا جمع میآیند و به هم دیگر حداقل یک سلام کردن از نگاه روحی که ما در تبعیض سیاسی هستیم و کمترین شرایط را داریم برای خود استفاده میبریم، این شرایط را از جوانان ما گرفتن، این یک حماقت بیش نیست. ببینید، در تاجیکستان تمام درها را برای جامعه شهروندی بستند. یعنی جامعه شهروندی جای برای یعنی یک میدان برای گفتن دردهای مردم ندارد. حتی در تاجیکستان گفتن درد مردم هم جنایت دانسته می شود. وقتی که شما یک پرابلم مطرح کردید، یک مشکلات مطرح کردید، این به مضمون اون است که شما جانبدار سیاستی پیشوای ملت نیستید.
سوال به میان میاد مگر تو جانبداری سیاست پیشوای ملت نیستی و اینجا هم با همین کم نشان دادن با همین بی نتیجه نشان دادنی همین پلتفرم میخوان که حتی مردم از همین جا هم دور شود به نظر من شما چی نظر دارید؟ بعضا اشخاصی آزادیخواه هستند که دانسته و دانسته شد از جهالت افکاری باشد شاید که از تناقضی زنگ زده افکارها باشد که هر چیزی که برای من خوش نمی آید گفته این را بعد برای مردم شرح میدهند این شرایط را از مردم گرفتن که یعنی طرفداری کردن از ظلم است و طرفداری کردن از بیشتر در یک حلقه یعنی تنگ گرفتن مردم هم از نگاه بنده ظلم است. زنده باشد. حالا شما کدام موضوع را اینجا مطرح کردنی هستید؟ بنده اگر سخنرانی کنم بیشتر موضوعهای آزادی و باز هم ما از روز اول یعنی بنده از روز اول افکارم و پیشنهادهام برای جامعه آزاد اروپایی و برای تمام کشورهای اروپایی و سیاستمدارهای آنها این است که شما نظری بفرمایید ما نیز اشخاصی هستیم که مثل شما شاید 100 سال پیش برای آزادی مبارزه بردید ما هم در همون افکار هستیم و هم در برنامه همون موضوعی که هست در اون موضوع صحبت کنیم و هم یعنی همون افکارهایی که هر روز وقتی که ما خواب میکنیم و در سر ما چرخ میخورن نیست کم کم از سرشون آغاز کنیم که متوجه بشن که ما چه شخصیت ها هستیم و چی میخوایم در این جامعه ها. حالا به شما شرایط امروزه مخالفین تاجیک شناس است و چشم داشت شما از مبارزه های مخالفین تاجیک بر ضد دیکتاتور برای آزادی برای آزادی که گفتیم برای آزاد شدن از این همه ظلم و استبدادها چی است؟ مثلا گریم چگونه ما میتوانیم شما که یکی از فعالان جامعه شهروندی هستید باید یک پیش ذهنیت پیش نظر باید داشته که باشید که یا یک ایده داشته که باشید که چگونه ما میتوانیم همین راهی دور و درازی مبارزه را یعنی کوتاه‌تر کنیم نزدیکتر کنیم نزدیکتر برویم و برای خنثی کردن ظلم و استبداد چاره‌های اندیشیده باشیم. چی راه‌های در ذهن شما وجود دارد؟ در این موقعیت بنده بارها میخواستم سخنرانی کنم تشکر که این شرایط ایجاد شد که بنده در اینجا سخن داشته باشم. من مخالفت را همچون سیلاب میبینم یعنی سیلاب و مثل یک دریای سیل که تا آخر نرود صاف نمیشود از کوهساران و این معنا است که ما از اشخاص انتظار آن را داریم که در سیاست و در جامعه بیایند کاری بکنن که آنها خود آماده نیستند. بنده همه این وقتها و ایده ها را از نگاه بنده البته باید بگذاریم که انسانهای از آن سیلاب پیدا شوند که واقعا صاف شده هستند تا به وادی برسند. بله تا به وادی برسند و اون افکاری که دارن و اون یعنی فکر غلطی جامعه مخالفی تاجیک این است که هزارها مخالف اومده است در اروپا چرا ما کاری نمیکنیم چرا از دست ما کاری نمیاد نگاهی بنده همین است همین سنگ کوهسار همین سنگ کوهسار در نیمه راه بر یک تبدیل نیابد گم شده نرود و تا به وادی برسد صاف بشود برسد. بله یعنی ما نباید ناامید شویم. سکوت ما نیز مبارزه هست. مبارزه نه به معنای اون هست که ما همیشه سیلاب و جرنگ داشته باشیم. مبارزه با اون معنا هست که ما با اون عقیده‌ای که برای خود انتخاب کردیم با اون عقیده‌ای که ما مثلا 2014 اگر در میتینگی که ما اعلان کرده بودیم مثلا یک انقلاب به پیش میومد بنده بارهان 100% متقاعد هستم که ما خطاهایی میکردیم که شاید هیچ وقت تاریخ از ما را نمیبخشید. امروز ما در جامعه اروپا در جامعه دموکراسی داریم بهای میرسیم و بدون اینکه دیگر مردم ها را ضرر برسونیم با افکار خود با همدیگر در چشمان همدیگر نگاه میکنیم صحبت میکنیم.
این خدمتی که دشمنانی ما فکر کردن که به ما لعنت فرستاده‌اند و برای ما خسارت آورده‌اند در این راه و ما را در تبعیض روا کردن، اینها همش یک حماقتی وقت هست. این در وقت همه انسان ها آهسته آهسته متوجه میشویم که از 1000 نفر 100 نفر میمونند. همه این هم یعنی حرکتی راه هست. بله، این حرکت هست که آهسته آهسته همون انسان های موفق، همون انسان هایی که واقعا این راه را همچون مسئولیتی درستی سیاسی میدانند در آن راه درست بیاین برسن و اون وقت میگوین که 200 مرگ جنگی به 100,000 به 100,000. و این معنی است که ما در حال حاضر نیاز به آن اشخاص جنگی داریم و نباید با این اشخاص ترس حاضری تو را از دستت میگیرد و فردای تو را میدزدد. ما نباید ترس داشته باشیم، ما نباید فکر کنیم که امروز ما این راه ها انتخاب کردیم ما ناکام شدیم. همه این راه ناکامی و کامیابی دارد، اما انسانی چون که بزرگوار فرمودند انسانی میتواند در هدف خود قائد باشد که مثل همون سنگی باشد که در مابین دریا حتی آب هم نتونه آن ببرد. یعنی صبر، ایستادگی و حرکت کردن در اون راهی که ما صبر در مبارزه. بله، صبر در مبارزه نه که نه صبر به این معنی نیست که بسیار مثلا درباره صبر به این معنی است بنده به این عقیده هستم که در وقت زمان انسان‌هایی خواهند پیدا شد، اشخاص‌هایی با افکارهای والای سیاسی که بتوانند جامعه را یک جای کرده و بدون اینکه فایده شخصی از این چیز بکشند برای جامعه خدمت خواهند کرد. یعنی هر قدری داناتر، هر قدری خوبتر، هر قدری که نادانتر، هر قدر ذلیلتر. این همین است دیگه. یعنی صبر این است که مبارزه را پیش بروی و هر جای مشکلات پیش آمد، زد و خوردهای شدید شد، تو عقب نشینی نکنی، با او زد و خوردها تاب بیاری، صبر کنی و او رو رخنه بکنی و باز پیش بروی. باز مشکلات پیش آمد، در اوجا بیستی، عقب نشینی نکنی، خاموشی رو پیشه نکنی و در همون مشکلات های مبارزه باید صبر داشته باشی. بله؟ همین درست فهمیدم. بنده یک عقیده فیلسوفانه برای شما میگویم. هر زمانی که ما احساس کردیم که در چی تلاطف، در چی جنگ، در چی مقابله‌ای که بر ضد ما میکنن که ما جوابی کافی ندادیم، اینجا ما خطا کردیم. بودن ما در عقیدمون صادق بودن خود برای همه سوالها جواب است از نگاه بنده. یعنی نیاز نیست که ما بریم، یعنی من صریحاً برای همه مردمی که شما را تماشا دارن میگویم از این راهی که بنده انتخاب کردم خیلی خوشبخت هستم. این راه برای من چیزهایی را آموخت، افکارهایی را آموخت که من هیچ وقت بدون این راه آزادی و مبارزه و سیاست آنها را نمیتوانستم بیاموزم. به همون خاطر نباید ناامید شید، ناامیدی را از خود بکنید. اگر وقت نیاز دارید 1 سال برای خود وقت بگذارید، 5 سال برای خود، برای تازه کردن افکار، برای اون اوجهایی که هر روز در سر شما می آیند و شما را ناامید می سازند، برای خود وقت بگیرید و بفهمید که همیشه هر عقیده‌ای که در اون ایستادگری بوده است اون عقیده پیروز است. این است. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. دوستان عزیز و گرامی، خیلی خوش شدیم از سخنهای منوچهر کوهستانی. انشالله امیدوارم که خیلی مفید هستند اینها